سلام، من مرتضی هستم و اینجا کانال دنیای جدید هست و خیلی خوشحالم که قسمت شد یه روز دیگه هم با هم دیگه باشیم و صدایش گرم شما دوستان عزیز رو بشنوم. چند روز پیش توی یوتیوب داشتم ویدیوها رو بالا پایین میکردم، یه ویدیو دیدم که یه خبرنگاری داشت عکس بن سلمان رو نشون از خانمای عربستانی میداد و میگفت که نظر شما راجع به این شخص چیه. خیلی من تعجب کردم از نحوه برخورد و تعریفی که این خانوما از بن سلمان کردم. خیلی گفتن آدم خوبیه، چقدر به ما کمک کرده، گذاشته که ما رشد کنیم، پیشرفت کنیم. برام سوال شد که مگه مثلا بن سلمان چه کارهایی، حالا من کار سیاسی اقتصادی ایناشو خبر داشتم ولی در رابطه با حقوق بشر و این کاری که برای خانم انجام داده بودن هرچند یه سری اطلاعات داشتم ولی خب کامل جامع نبود. رفتم تحقیق کردم، یه چیزای عجیب غریبی، حالا نه زیاد عجیب غریب ولی تو جامعه عربستان خیلی عجیب غریب بود. اون جامعه متحجره که اصلا زن و جزء آدمیزاد حساب نمی‌کردن، یهو این همه تغییراتی که بن سلمان اومده بود ایجاد کرده بود برام جای تعجب داشت. حالا خیلی نقد بود که مثلا آقا بن سلمان مثلا داره برای کار خودش این کار انجام میده، میخواد وجه خودش توی دنیا، این کار ذهنیتش این نیست، فقط میخواد خودش توی دنیا یه آدم خوب جلوه بده. من اینا رو کار ندارم، یه چیز دیگه میخوام بگم. خب من میگم که آقا یه آدمی میره یه بیمارستان میسازه، حالا یا نیتش اینه که ریا کنه یا نیتش واقعا دلیه، من این کار ندارم. ولی بچه‌ای که تو اون بیمارستان از مرگ نجات پیدا میکنه واقعی نجات پیدا میکنه. اون خانمایی که توی عربستان از اون وضع سخت نجات پیدا میکنن واقعی نجات پیدا میکنن. من به نیت و چیزی که بن سلمان پشتش هست، میخواد وجه خودش خوب کنه، اصلا اونا کار ندارم. ولی این شرایطی که برای خانمای عربستان ایجاد کرد واقعا کار بزرگی بود. اما چی کار کرد؟ یکی ایجاد یه بستر خیلی خوب واسه رأی دادن. اما میدونستیم که مثلا حق رأی خانم‌ها از سال 2010 تا 2015 به خاطر فشار شدید رسانه‌ای حقوق بشری که کل دنیا رو عربستان میاد که تو زنا تو اصلا حق رأی نمیدی بهشون، یه نصف جامعه رو گذاشتی کنار، اومدن یه حق رأی ایجاد کردن قانونی، ولی ته دلشون راضی نبود که دیگه گفتن زنا بیان حق رأی بدن، یعنی چی فلان اینا. ولی وقتی بن سلمان ولیعهد شد بستر رو فراهم کرد. آقا یعنی چی؟ بچه‌ها خانم‌ها رو گذاشتین کنار، اینا حق دارن، حق زندگی کردن دارن، حق رأی دارن، حق انتخاب دارن. چجوری تو میفهمی اینا نمیفهمن؟ اینا تافته جدا بافتن یا تو تافته جدا بافتی؟ پس اومد گفت آقا اینا حق رأی دارن، بذارن تو انتخاب شوراها، تو انتخابای دیگه مثل یک فرد عادی دیگه، مثل یک مرد دیگه، مرد عرب دیگه باید حق انتخاب داشته، بیاد انتخاباشو انجام بده. مسئله بعدی که خیلی سر صدا کرد بحث رانندگی و گرفتن گواهینامه بود. خب ما میدونستیم که توی عربستان خانم‌ها اصلاً حق داشتن گواهینامه ندارن، هرچند قایمکی سوار میشدن ولی اگر که پلیس میگرفت جریمه‌شون میشد، وجه خوبی نداشت. ولی خب بن سلمان گفت یعنی چی واقعاً؟ چرا باید مثلا یک مهارتی رو از یک مهارت مفیدی رو که میتونه خیلی جاها کمک کنه، آقا یه مادری یه جای بچهش مثلا مریض شده داره جون میده ولی نمیتونه، ماشین هم هست ولی نمیتونه ببرتش بیمارستان، باید بچه از بین بره که من حق ندارم که آقا اسلام به خطر میفته، عربستان چیز میشه که من گواهینامه نداشته باشم. اینا رو وصل میدین به اسلام؟ واقعا بابا بذارین اینا رو جمع کنین، این اخلاق و این خرافات رو، حق گواهینامه. مسئله بعدی بحث کارشون بود، یعنی خانوما حق داشتن کار رو نداشتن. یه تفکر چیزی هست که هنوز بین خیلی از ما، من بین مردم میشنم که اگه زن پول تو جیبش باشه دیگه از مرد حساب نمیبره، پس زن و وابسته به خودت نگه دار، نذار بره، مرد با غیرت باش، نذار بره سر کار که 4 روز دیگه اگه کاری ازش خواستی برات انجام بده، زبونش جلو تو دراز نباشه. مگه برده است؟ واقعا مگه برده است که بخواد پول تو جیبش نباشه که از تو حساب ببره؟ مگه برده داری میکنی؟
گفت نه آقا این آدم مستقلیه، میتونه کار کنه، میتونه درآمد داشته باشه. حالا این که یک فردی بی جنبه است وقتی به درآمد میرسه فرقی نمیکنه چه مردش چه زنش. مردش اگر که به پول برسه ممکنه خیانت کنه، زنش هم ممکنه. این جنبه یک فرد رو میرسونه. تو خفا بذارش که کاری رو انجام نده، تو خفا هم انجام میده. پس مسئله دوم که ایجاد کرد حق کار کردن بود. اما به این کار کردن یه مرحله دیگه هم داشت که آقا شما باید بتونین تفریح کنی، لذت ببره. آدم مگه چند صبح زنده است؟ 4 روز زنده است، همش باید بشینه تو خونه در دیوار رو نگاه کنه، هی بره تو اینترنت، یه تفریح نره، یه سینما نره، یه ورزشگاه نداره. الان هم که ما به زور AFC و خانمامون دارن میرن ورزشگاه، چقدر سختی کشیدیم. بن سلمان گفت که نه، خانم‌ها حق رفتن به چیزو دارن، به استادیوم دارن، حق رفتن به تئاتر و حق رفتن به سینما، حق رفتن به کنسرت. همه اینا رو براشون فراهم کنید تا بتونن برن. و یه چیزی که هنوز تو جامعه ما، هنوز تو قانون ما هست، اینه که زن بدون اجازه مردش حق رفتن به مسافرت رو نداره. این قانون رو خیلی از خانوما میگن که مردهایی نوشتن که میخواستن خانوما رو توی اسارت قرار بدن. مگه چه فرقی میکنه بین مرد و زن که مرد حق داره بدون اجازه زنش بره مسافرت ولی زن حق نداره بدون اجازه؟ من مخالف اینم. آقا من میگم که رفتن به هر جایی توی زندگی مشترک یه چیز 2 نفره است، یه تصمیمیه که باید با هماهنگی همدیگه گرفته بشه. ولی حق یه چیز دیگه است. تو حق داری که تنهایی بری، ولی بهتره که با هماهنگی همدیگه، چه مرد چه زن. پس اگه حق برای هر دو طرف هست و گفتگو راجع به این انجام دادن یا انجام ندادن یه چیز 2 نفره است. یه مسئله خیلی مهمی که بن سلمان اومد انجام داد، وارد کردن خانوما توی دستگاه‌های دولتی، تو سیاست بود. گفت که خانوما باید وارد دنیای سیاست ما هم بشن، ما یه خانوم سیاست مدار هم باید داشته باشیم. من داشتم فکر می‌کردم یه روز که کجای دنیا سیاست مداراشون بیشتره. یه تحقیق کردم، دیدم کشورهای مثل نروژ، مثل ایسلند، مثل سوئیس، اینها کشورهایی هستن که میزان سیاست مدارای خانومشون بیشتر از آقایونشونه. و دیدم که در عین تعجب این کشورها جز شادترین کشورهای دنیا هم هستن. خب هدف یک زن توی خانواده، من میگم یک مادر توی خانواده، اینه که همیشه یه خانواده شاد و خوشحال و سالم و سلامت داشته باشن. جز اینه مگه؟ جز این میخواد برای خانوادهش؟ نه. وقتی این زنها به سیاست میرسند، خصوصا تو اون که میخوان سیاست گذاری کنن واسه جامعه، سعی اون حس لطافت، حس خوشحال بودن خانواده رو تعمیم میدن به جامعه و این کشورها میشن که جز شادترین کشورهای دنیا. من گفتم من کار ندارم که به چه نیتی بن سلمان این تغییرات ایجاد کرد، ولی خب یک خیلی عظیمی از جامعه، خصوصا خانومای عربستانی، یک حس دلگرمی درشون ایجاد شد که دیده میشن، شنیده میشن، میتونن تفریح کنن، میتونن حق انتخاب داشته باشن. و حتی من فکر میکنم توی چند سال آینده حق انتخاب پوشش رو هم داشته باشه. چون من تو اون چشمانداز 20 که بن سلمان واسه کشورش تعریف کرده که چقدر گردشگر، اونا میگن که تا سال 2035 ما باید 100 میلیون گردشگر رو داشته باشیم. خب 100 میلیون گردشگر که فقط حجاجشون نیستن، یا فقط از کشورهای اسلامی نمیان که چیز داشته باشن، فقط برای مکه بیان پوشششون کامل باشه، نه، برای تفریح قراره بیان، برای گشت و گذار قرار بیان، برای خرید قراره بیان. اینا دارن هتل میسازن، دارن جای گردشگری میسازن، دارن مرکز خرید میسازن. پس اینا باید جامعه رو واسه ورود افراد دیگه از کشورهای دیگه، فرهنگهای دیگه، ادیان دیگه با پوشش‌های مختلف باید آماده کنن. من فکر میکنم توی 7-8 سال آینده اینجوری که پیش میره احتمالاً حجاب هم
توی عربستان اختیاری خواهد شد. هرچند الان خیلی اون سختگیری نسبت به پوشش عربستان که زن باید عباش کامل پوشیده باشه، این روبندش زده باشه، جز چشماش و انگشتاش جای دیگه دیده نشه، ولی الان دیگه اون سختگیریه نیست، دیگه اون محتسبه، اون چیزشون وجود نداره که سختگیری کنه، گشت ارشادشون نیست، یعنی هست دیگه، اون سختگیری رو نمیکنن، دارن پله به پله جامعه رو واسه ایجاد اون حجاب اختیاری آماده کنن. این برداشت من، شاید اتفاق بیفته شاید اتفاق نیفته، ولی از اون چیزی که من میبینم توی تا سال 2030-2035 به احتمال 90% حجاب هم در عربستان اختیاری خواهد شد، یا حداقل به جز مثلا شهرهای مذهبیش مثل مکه و مدینه، فکر میکنم توی بقیه کشورها، توی بقیه شهرهای عربستان اختیاری خواهد شد. نظر شما چیه؟ ما چه تغییراتی میتونیم توی کشور خودمون ایجاد کنیم که به سمت دموکراسی، به سمت اینکه جامعه برابرتری داشته باشیم؟ نظر شما راجع به حق سفر خانوما بدون اجازه شوهرش چیه، یا حق رفتن به ورزشگاه؟ خوشحال میشم اگر که این موضوعات مورد علاقه و بحث شما هست، حتما نظراتتون رو و توی کامنت ها برام بنویسین و حتما این زنگوله اشتراک هم بزنین که اگه ویدیوی بعدی اومد براتون بیاد. کانال ما هم سابسکرایب یادتون نره. خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم با شما بودم. تا